سلام گروه یک. شما مرا نیافتم، من به نزدتان آمدم. وقتی در هوا کفتن از زمین یافتید. این همون شغلی ذکر کرده ای خانم دادستان نیست؟ این چه می شود؟ خواب را به زمین، خواب را. چی دروغ گویم؟ این دفعه سری من هم از کارمون برده. تازه آها، دادستان خانم هم در همین جا بوده است. بچه های ما شما را بسیار آزار ندادن. دستانش را بند، به نظارتگاه میبریم. خز، کنی خز، خز. بعضی حالتها درمان خارش را به وجود میارد، برای همین مرا معذور دارید. در اینجا چی هیله و نیرنگ شده ایستاد؟ از زود با من نقل کن. حاضر میگویم دادستان خانم، من تو را وقتی در آسمان کفتن از زمین یافتم. برای چی تسلیم شدی؟ من این خیل روی راست گپ زدن ها را ناز نمیبینم. لیکن باور کنید، اگر قوه‌ای مرا دستگیر کردن می داشتید، تسلیم نمی شدم به این هم. آرام شو برادر، یه بچه یک آروم شو. هر خیل نباشد این آدم در دستمون. خانم، اگر شما اجازت دید ما او را به گپ می‌داریم. که حالو ایست؟ اول چی بودنی دردش را فهمیده گیریم؟ اولا برای نشان دادن نیت نیک خود اگر خواهید یک آغاز خرد نمایم. در باغچه‌لار یک خلطه بمبادور است. برای ترکیش خلطه وقت کم مانده است. نزدیک به کفیدن است. به فکر من یک گروه فرستید. به من نگر، تو با ما بازی نکن. آدم بر این گپ زن. درد تو چی است؟ خانم، اجازت دید ما چاره لازمی را اندیشیم. با دقت همه گروه ها، در باغچه‌لار یک موده ترکنده است. در باغچه‌لار یک موده ترکنده است. معلوم می شود که وقتش را تغییر دادم. آرزو میکنم که یگان کس ضرر ندیده باشد. امید دارم که نیت نیکم رو به شما اثبات نمودم. گپ را دراز نکن. انیقش را گپ زن. نباشد من میدانم با تو چیکار کنم. بعد از 2 ساعت یک عملیات کلان خونین می شود. جای آن را میگویم. لیکن پیش از آن من هم شرطهای خود را دارم. من حاضرین را زدم. آرام شو. شرطت چیست تیمورتبی؟ گپ زن. فقط با علی بابور گپ میزنم. شرطم همین. علی بابور گفتی؟ کبرا، خوش آمدی اکای علی. خوش باش. چی حال داری؟ خیلی خوبم اکای علی. در اینجا مرا خیلی خوب نگاه بین کردن. با پدرم هم خبر دادن. از خونه براه برآمده است برای گرفتن من. همه‌اش با شرافت شما.
کو بین به تو چی آوردم. ولی جایی کبوترهای نزدی تیرزت بوده رو گرفته نمیتواند. اما تو رفتنت با این وقت میگذرانی. پدرم بوری نقل کرده بود. در گذشته غلامان بودند. بسیار ظلم میدیدند و در بازارها آنها را میفروختند. هر خطا را درست میکردگی حضرت پیغمبرمان باشد به این جایهای غلام فروشی میرفته است. خیر، حضرت پیغمبرمان چیکار میکردند؟ حضرت پیغمبرمان غلامان را خریده آزاد میکرده است. خیر، پس از غلامان را آزاد کردن چی میشده است؟ کسی که آنها را آزاد کند رحمت خدا و شفاعت پیغمبرمان را صاحب میگشته است. تو مرا به آزادی رساندی اکای علی. رحمت خدا هم به تو نصیب گردد. خیر، اکنون این پرنده چی میشود؟ همین خیل در قفس می ایستد؟ من هم او را آزاد میکنم. در آن وقت رحمت خدا به من هم نصیب می شود. آفرین، خوب بیا آزاد میکنیم. انا بین میرود. لابای دوستیتون مرا جیغ زده است؟ ای برادر، خوب مسخره شدیم ده. مایلش چخیل شغل چخیل دستگیر شده است؟ چخیل تسلیم شده است؟ مایلش که من حاضر می آیم. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوش آمدید سردار. خوش باشید. تشکر. گذشتشین علی، با تو گپای گفتنی دارم. با من گشاد و روشن به این مسئله دخالت نکن گفته بودید. کارها تغییر یافتند. شغال تسلیم شد. بعد 1-2 ساعت یک عملیات کلان خونین می شود گفته خبر داد. جایش رو می گفته است لیکن فقط به یک کس. با کی؟ با تو. با من چی دخل دارم؟ مرا از کجا میشناخته است؟ نمیدانیم. آن طرفش رو تو میگویی. تو چی گفتن میخوایی برادر؟ مرد بر این کشاد و روشن بگو. بچه ها گپ رو دراز نکنید. آن آدم با تو گپ میزند. سببش را یگان تو همون نمیدانیم. تو گپ نزند فهمیدنمون غیر امکان است. لیکن بعد 2 ساعت دقیق ترش 1 ساعت و 18 دقیقه پس جای عملیات خونین رو باید معین کنیم. مجید با علی روی حجره رو نشان ده. خوب شده است. مرحمت علی. خوش آمدی علی بابور. با من چی گپ زدن میخوایی؟ سر کن. اول کمی حسرتمان رو براریم. وقتی زیاد گذشت که با نخوردیم. دستم نقش شده برین. چه خیل؟
حالا هم از دوچرخه سوار شدن میترسی؟ پسرم با دقت باش. با دقت باش علی. خوب هستی علی. تمام پسرم. هیچ گپ نی. تمام. هیچ گپ نی پسرم. این رو از کجا میدونی؟ همین خیل میدونم. بازی رو بس کن. عملیات در کجا میشود آن رو بگو. پدر چی خیل است علی؟ کارهایی میکردگیت حالا هم فایده میارد؟ گوش کن. از این بازی های عادی شما من سیرم. با تو از حقیقتی حال معلومات میدیم علی. فقط حقیقت های من میدونستگی. لیکن همه چیز یک وقتی خودش رو دارد. تو جای آن عملیات رو میگویی یا اینکه تو رو بزوری به گپ درارم؟ مادامی که اینقدر چیزها رو میدونی پس خوب میدونی که تو رو چخل به گپ میدارم. آدمی دانا را دوست میدارم، حتی دشمن هم باشد. من خودم تسلیم شدم علی. این را فراموش نکن. برای به تو یاری رساندن اینجا هستم. قریب 1 ساعت پس در سریر یک عملیات خونین می شود. با دقت باشید. اول به این عملیات مانع می شود. بعد آمده با تو دور و دراز صحبت می کنم شغال. با ممنونیت زیاد علی بابور. اینجایم. به صبرانه انتظارم. در سریر بین ازدحامی خلق یک تروریستی خودکش بوده است رفیقان. میدونم در سری هر یکی شما سوال‌ها زیادند، لیکن وقت نیست. اول باید پیش روی این عملیات رو بگیریم. سردار تو میشوی علی. چخیل این آدم حتی از گروه ما نیست. ای برادر عزیز چی خطا میکنی؟ ایستا یک دقیقه اجازه دی. اکنون به خود بیا. بچه ها اگر کسی با من باور نکند میتواند اینجا ماند. هر کی باور کند قربانش شوم. کنی رفتیم. رفیقان در میدان در میان زد و خود یک بار کی باور میکنه؟ در کدام دور زندگی داریم؟ مشکل، بسیار مشکل. با تو هم یک فعالیت میشود شاید. پیش درو تیزتر میرویم. زود است تو باشی خوابی. کارمان زیاد است. از پی کار میشویم. زودتر برادر زودتر. کارلوس تو به یگان جایی به خودت پسند رو. بولتن شاهین شما از طرفی جنوب خلق را دیده برای من و ظریف از طرفی مقابل میرویم. میآیم علی میآیم. وظیفه اولینی ما معین کردن تروریست است. خوب از پی کار کنی رفتیم.
نرگاهی اتمی لازم نیست 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 تمام من تیارم تو داخل توده آدمان رو بعد از آن چیکار کردن رو میدون مایلا نرگاهی اتمی لازم نیست 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 نرگاهی اتمی خب یعقوب خب در جای لازمی جایگیر شد یعقوب حالت شوهرناک نیست فهمون تمام نرگاهی اتمی لازم نیست نرگاهی اتمی لازم نیست نرگاهی اتمی لازم اگه ما قبسی هستیم و قب ما رو عرالش میکنیم یکا در طرف ما یکان چیز نیست این آدم باز بالای سری ما راه بر شده است شاهین تو چه خدر چسبیده جوانی پهلوان است کو من نمیدانم با این آدم کارمان مشکل بسیار مشکل من از این طرف میروم اگه ایستا یک خبر دیم آخر ایستا شاهین خدایا توبه نرگاهی اتمی لازم نیست 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 نرگاهی اتمی لازم چیزی رو دیده میتونی ظریف نه برادر وقتی گفته شغل هم نزدیک آمد نرگاهی اتمی لازم نیست نرگاهی اتمی لازم نیست نرگاهی اتمی لازم نیست خدای تو بصیر هستی همه چیز رو میبینی ایان و ناعیان رو هر دوی میبینی و میدانی خودت به ما مدد کن خدایا خوب دو خوب یک در سمت دویم یک شخصی کستون دار در تابستان کستون پوشیده است او رو دیده میتوانی خب یعقوب خب دو از نزدی من نمیتونم جوابی منفی نرگاهی اتمی لازم نیست نرگاهی اتمی لازم نیست علی دستش رو به جای بشنداخت نرگاهی اتمی لازم رفیقان آن شخص حرکت میکنه هر کی بیند پراند نرگاهی اتمی لازم نیست نرگاهی اتمی لازم نیست نرگاهی اتمی لازم نیست خوب سه خوب دو هدف نزدیک است نرگاهی اتمی لازم نیست نرگاهی اتمی لازم نیست نرگاهی اتمی لازم نیست نرگاهی اتمی لازم تو رنمایان است نرگاهی اتمی لازم نیست 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 نرگاهی اتمی لازم شاهین که آدم رو پران شاهین میتوانیم موتور رو ببینیم که پران آخیر نرگاهی اتمی لازم نیست 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 تیرم رو به نشان رسان نرگاهی اتمی لازم نیست نرگاهی اتمی لازم نیست نرگاهی اتمی لازم همه تون نیست شوید ابله ها
کنی خیز به ناموس تو شیر هستی سکریگی. رحمت اکا خدا کمک کرد. از دستم عذاب میکشی چی میخواهید شما از این مملکت؟ تو چیکار کردنی هستی؟ تو چیکار میکنی برادر؟ یک لحظه پیش چشمم پوشیده شد خلاص. ای برادر، حیات اینقدر آدمان به ما امانت است. مشکلات داشته باشی رفته حل کن، بعد به عملیات برو. فهمو؟ بالتا این بیناموس به تو امانت. کی به عملیات برآمدنم را از تو نمیپرسم. فهمیدی برادر؟ ایستا یک دقیقه اجازه ده. اکنون به خود بیا. آرام شو آخر. قربانت شوم. چند ماه گذشت. گوش کن شاهین، جگری ما هم میسوزد، لیکن وظیفه را دوام دادن در کار. برادری عزیز، ما دوستدارانمون را به خاک سپرده نمی اومدیم به اینجا. بچه به خود بیا، باز تو را از دست نده. همدان آنها را فراموش کردید. آیشگور را، یوسف را، اکام را. توبه کن. گوران دید و خلاص شدید، نمیخیل؟ نباشد به شما و سردارتان خوشبختی آرزو میکنم. یا حول و یا قوت. یک ثانیه برادر، شما ایستید، من با او گفتگو میکنم. شاهین، شاهین! تمام مجید. تشکر. سلام علیکم. علیکم سلام. سلام. دستانتان درد رو نبیند رفیقان. یک فلاکت کلان رو پیشگیری کردید. حاضر باشد وقتی این افلاسی در درون بوده رو با پس پنجره های آهنین فرستادن است. گذار. این یوری رسانده‌ات به نتیجه نمیماند تیمور. با پرونده‌ات زم کرده می شود. با چهره‌تان نگران معلوم می شود که رفیقان در وقتش تروریست را دستگیر کردند. وقتی تو در دادگاه جواب گویی ما باز خیلی خرسند می شویم. این خیل نشد. از من اینقدر تیز دلگیر نشوید. این حادثه فدایی فقط یک آغازی کار بود یا از همه آسانی کار در روی خط بوده؟ چی رو در نظر داره؟ روی خط سیاه در داخلش از تروریستان تا برنامه های مواد مخدر، از قاچاق سلاح تا آگنت ها. خلاصه در بدن دولت پیدا شده همه زخم ها. کسی را کابی هست این نام ها را یک یک میگویم. چی مقصد داری گپ زن؟ کوشش دارم به شما یاری رسانم، لیکن البته من هم بعضی شرط ها دارم. همه چیز دو طرفه است دادستان خانم. چی میخواهی؟ شرط اولم را میدونید. تنها با علی بابر گپ میزنم. با این یک جایه به هر یک معلومات یک خواهش می شود. اگر قبول کنید معلومات رو میدیم، نباشد شما خودتان میدونید. احمقی نوبکار. من در حیاتم به یگان کسی خیل خزمون نشده بودم. اولا از این شیشه های خنوکی بینمان خلاص شویم چی میگوید؟ بعد از این یک کلا و پاچه بیارید، از خفایش یگان شیرینی خوب و باز دو غابی سه ریحان بیارم، این کار حل می شود.
خانم دادستان این رفیق بسیاری بد سفسطه نگفت مگر؟ خیر نباشد. با جای شما باشم با نزد ایستگاهی در توزلا بوده در حال شماره زیادی یاری تجیلی میفرستادم. شاهین از آن ایستگاه به اتوبوس سوار شدنی. چی ها میگویی؟ در آن ایستگاه چیکار دارد؟ شاهین از آن ایستگاه به اتوبوس سوار شدنی بود. به قبرستان رفتنی بود.